شهرها هم مثل آدمانند، هر کدام عنعنه خود را دارد. مردم دوشنبه در هر یک روز مبارک به اینجا می آیند تا که خاطره داهی را به یاد آورند. لیکن درباره حقیقت رمانتیکی تقدیر این هیکل که سالهای 20 به دوشنبه آورده شده بود، نه همه با خبرند. چنین هیکل ها همه شده 3 تا بودند. یکمش در اینجا، دویمش در سمولنی، پای سومی باشد در شهر سیواستوپول که در وقت جنگ در احاطه فاشیستان مانده بود گم می شود. واقعی که حالا ما نقل می نماییم تاریخی به خود خاصی دارد. این واقعه نیم عصر پیش در لنینگراد، در شهری که با عنعنه‌های رولوسیونی و تاریخی با امروزه حیات آدمانش شهرت دارد، آغاز یافته بود. لنینگراد مجسمه های بسیاری دارد، لیکن تاریخ فیلم ما با سمولنی سخت وابسته است. Этот памятник, который вы сейчас видите, установлен в 1927 году. Вы знаете, что в 1918 году Владимир Ленин провозгласил план монументальной пропаганды по стране. این هیکل که حالا شما میبینید سال 1927 گذاشته شده است. چنانه که میدانید سال 1918 ولادیمیر ایلیچ لنین در مملکت پلان پروپاگاندای مونومنتالی را جاری میکرد. او آرزو داشت که مردم با واسطه هیکل ها و لوحه های خاطروی ایده حاکمیت سویتی را چقدر فهمند. در سالهای اول رولوسیون اکتبر ابراز لنین با می وسیع هنوز معلوم نبود. او را فقط از روی اثرهایش، گازیتا، از روی سخنان آتشبارش می‌دانستند. لازم بود که به مردم خود او را نشان دهیم. بنابراین هیکل ها از جمله هیکل های واسیلی واسیلیویچ کازلوف در پروپاگاندای نه تنها غایه لنین بلکه ابراز او رول بزرگ بازیدند. این را در مثال بسیار گوشه های دوردستترین مملکت حس کردن ممکن. گذاشتن هیکل لنین در دوشنبه برای برقرار نمودن حاکمیت سویتی در آسیای میانه رول بزرگ بازید. Я работал над восстановлением железной дороги Термез-Самсонова. В то время в Термез прибыл من در ساختمان راه آهن ترمیز سامسونووا کار می کردم. در همان وقت به ترمیز بار غیر عادی آمد. پس معلوم شد که این هیکل لنین بوده است. به شهر دوشنبه فرستادن لازم بود، لیکن چطور؟ راه نبود. بسیار فکر کردیم، پس قرار دادیم که با واسطه پلتفرم مخصوص بار را به شهر دوشنبه رسانیم. همین طور کردیم. علاوه می کنم که بار را آدمان مخصوص یراقناک برده رساندند. هیکل داهی در لنینگراد ساخته شده، پس با راه آهن به آسیای میانه به ترمیز فرستاده می شود. محض از همین جا حکایت عجایب یک قسم فیلممان سر می شود. ریسپوبلیکای جوان ما اکنون از جراحت جنگ رجلنی رها یافته روسای نخستین ساختمان سوسیالیستی را از سر می‌گذراند. خلق تاجیک در بنیاد اقتصادی سوسیالیسم قدم‌های اولین می‌گذاشت. واسیلی یرمولایویچ ایوانچنکو بار مخصوص را به دوشنبه به واسطه پلتفرم مخصوص می‌فرستاند، لیکن همه آن حالت را نقص در یاد نداشت. در صحیفه های گازیت های همان سالها ما با فامیل شخص دیگر واخوردیم که شاید در این باره چیزی گوید.
بعد گفتن که نخوام مسکو که دیگه داده شوه، این آهنگ و آهنگتی آدم گاوزده نمیشه، تو عقل نداری، تو بیمعنا انا ناتوری میگویی. گفتم ما گمخور کردن که تیار شده، بعد گاو زدن مسکو ده، بعد گفتن نه این حکومت هر کار میکرد، باور کردن. بعد خبر رفت که لیلین دوشنبه دا آمده. بعد ما آورده پیاده آمدیم که لیلین بینیم. گفته آمدیم که آدمی عرصات لیلین خودش نیو نیک صورت داری، با اورا چک شده سر اورا لیلین صورت داری، اورا. شاید این اولین عید در پایتخت ریسپوبلیکای جوان دوشنبه باشد. شادی مردم را کنار نبود. آخر این نه یک هیکل، بلکه این لنین حکومت نو، حیات نو بود. Доставка сюда памятника Ленина, вождя революции, организатора با اینجا государства. آوردن هیکل لنین داغی رولوسیا تشکیل کننده حاکمیت سیاسی البته اهمیت کلان داشت. تصور میکنید که در همان سالها هیکل 5 تنگی ولادیمیر ایلیچ لنین در اینجا گذاشته می شود. لنین را الکی همه میدانستند که او داغی رولوسیا، داغی حاکمیت سیاسی، تشکیل کننده دولت است. اینک او را در اصل میدیدند. وقتی که هیکل لنین را در آخر کوچه پوتوفسکی گذاشتند، او با دستش به شرق اشاره می کرد. شهرها مانند آدمان عنعنه خود را دارند. مردم دوشنبه روزهای عید به نزد لنین می روند. من برای چی در آن سالهای پر آشوب که راه به دوشنبه نبود، مردم شتاب می کردند هر چی تیزتر هیکل داغی را به دوشنبه آورده در پایتخت ریسپوبلیکای جوان سویتی در شرق مملکت به طور همیشگی برقرار نمایند.